روز پنجشنبه کاخ سفید و مطبوعات آمریکایی گفتند که سفیر روسیه در آمریکا نه تنها با دادستان کل ایالات متحده جف سیشنز بلکه با یک عده یاوران بلندپایه دونالد ترامپ با شمول داماد او جرد کوشنر دیدار و گفتگوها داشته است. در برابر نشر این اطلاع شام 2 مارس دادستان کل آمریکا جف سیشنز گفت از آنجایی که او در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در ستاد دونالد ترامپ نقش بازیده است، برای جلوگیری از برخورد منفیت ضرور می‌داند از هر گونه مداخله در تفتیش دست داشتن روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی خودداری کند. من تصمیم گرفتم که از هر گونه تحقیقات مربوط با معرکه انتخاباتی ترامپ برکنار باشم. فعلا اداره فدرالی تفتیشات FBI و کمیته های کنگرس روابط ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را تحقیق می کنند. با نوشته خبرگزاری های آمریکایی، داماد پرزیدنت جرد کوشنر ماه دکبر بعد پیروزی دونالد ترامپ در برج ترامپ واقع در شهر نیویورک با سفیر روسیه سرگئی کیسلیاک ملاقات کرده است. به قول کاخ سفید این ملاقات به نشان احترام بود که در آن مایکل فلین نیز حضور داشت. فلین که در ماه ژانویه یاور امنیتی ملی پرزیدنت ایالات متحده تعیین شد، بعد کمتر از 1 ماه برای دادن معلومات غلط درباره صحبت‌هایش با کیسلیاک به نایب پرزیدنت آمریکا مایکل پنس از مقامش برکنار شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هنگام سفر به ایالت ویرجینیا گفت که به صمیمیت سیشنز باوری کامل دارد. جناب پرزیدنت، هنوز هم به سیشنز باور دارید؟ کاملا. روزنامه‌های آمریکایی اطلاع می‌دهند که تابستان گذشته سابق مشاور سیاست خارجی ستاد ترامپ در دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا کارتر پیج هم در حاشیه انجمن حزب جمهوری‌خواه آمریکا در شهر کلیولند در بنیاد هریتیج با سفیر روس ملاقات کرده بود. در همان نشست یکی از واخوری‌های جف سیشنز با کیسلیاک دایر شده است. آن زمان پیج گفته بود که در ارتباط با روسیه به یگان کاری ناشایم راه نداده است. روزنامه USA Today می‌نویسد رهبری بخش امنیت ملی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ JT گوردون نیز در حاشیه انجمن با کیسلیاک ملاقات داشت.